شرایط اقتصادی تغییر کرده، شرایط محیطی عوض شده و شما یه استراتژی برای کسب و کارت داشتی، یه مدل درآمدی داشتی، یه سری هزینه داشتی و اون متناسب با شرایط قبل بوده. وقتی که شرایط عوض میشه، شما که قدرتتون، تواناییتون به کنترل محیط که نمیرسه، شما باید شرایط و استراتژی کسب و کار خودت رو هم تغییر بدی. این فروپاشی اقتصادی که داریم میبینیم شبیه طوفانه، میاد کسب و کارها رو درگیر میکنه و شما اگر بخوای هیچ تغییر تو کار خودت ایجاد نکنی، شبیه یه ساختمان سیمانی میمونی که میمونی جلو این طوفان تا یه جای دووم میاری، یهو وسط میشکنی. ولی زمانی که بخوای روی این موج حرکت بکنی و حالا متناسب با شرایط جلو بری، انعطاف کافی داشته باشی، توی مسیر خیس میشی، اذیت میشی، ولی نهایتا از بین نمیری، اون بقای اصلی میمونه. و وقتی ما در مورد بقا تو این شرایط صحبت میکنیم، دقیقا منظورمون اون انعطاف کافیه. حالا میخوام سه تا مورد بگم که کمکتون میکنه که به اندازه، حالا نمیتونم بگم اندازه کافی، تا اندازه شما اون بقا رو بخواید تو این دوران حفظ کنید. اولین موضوعی که وجود داره موضوع ارزنده بودن محصول یا خدمت شماست. یه چیزی که معمولا اشتباه میشه اینه که زمانی که ما از ارزنده بودن یک محصول یا خدمت صحبت میکنیم، تو ذهن مشتری یا تو ذهن شما ممکنه این بیاد که پس من باید محصولاتم رو ارزون کنم، ولی ما اصلا منظورمون همچین چیزی نیستش. شما داشتی با یه رنج کیفیتی کار میکردی، میخوام همچنان اون رنج کیفیت رو در نظر بگیری ولی با قیمت‌های کمتر. این به چه معنیه؟ به این معنی که صرفا کلمه ارزنده بودن یعنی زمانی که مشتری میاد از شما یه محصول یا خدمتی رو میخواد بخره، توی ذهن خودش حلاجی میکنه که آیا کاربرد این محصول یا کیفیت این محصول و خدمت با قیمتی که شما گفتین متناسب هست یا نیست. اگر متناسب بود تو ذهنش ارزنده محسوب میشه، اگر متناسب نبود ارزنده نمیدونم. برای شما پیش اومده حتما زمانی که میخواین حالا یه محصولی رو بخرین یا بابت یه خدمتی پولی بدین، مبلغ اون هست مثلا 1,000,000 تومان، شما میگین نمیارزه 1,000,000 تومان، ولی حاضرین دو خورده ای بابت حالا هم یه چیزی مثل اون محصول یا مثل اون خدمت هزینه کنین، ولی تو ذهنتون ارزنده اومده. حالا کیفیت بالاتری داشت، کاربردهای بیشتری براتون داشت، مثلا اگه خدمت بوده پشتیبانی بیشتری داشته، یه سری ریسک های شما رو واقعا کم میکرده، یه سری تضمینی به شما میداده. خب پس ارزنده بودن به این معناست. حالا با مفهوم ارزنده بودن میریم سراغ استراتژی بعدی که میتونین استفاده کنین. ممکن بود شما توی این بازار میگفتین که من میخوام تمام محصولاتی که بیارم محصولات های لول باشه، من میخوام بالاترین کیفیت از محصول یا بالاترین سطح خدمت‌دهی رو به مشتری خودم عرضه کنم. ولی الان تو شرایطی هستیم که اقتصادی کار کردن هم جواب میده و این به این معنی نیست که شما اگر سالهای سال برندتون روی کیفیت خیلی بالا بوده حالا بخوایم بیاریم پایین، نه، ولی میتونین سبد محصولی یا سبد خدمتیتون رو متنوع کنید. به چه معنی؟ به این معنی که شما قبلا محصول 1 تومانی داشتین، الان محصول 1 تومانی تو ممکنه 2 تومن مجبورین عرضه کنین، حالا شرایط عوض شده و شما اصلا به قیمت گرونتری دارین میخرین یا برای ارائه اون خدمت دارین هزینه بیشتری میدین. ولی حالا که 2 تومن شده و مشتری زمان توانایی پرداخت این رو نداره و این عدم توانایی هم از لحاظ ذهن مشتری میاد هم از لحاظ اقتصاد و جیبش، چون خب شرایط اقتصادی خیلی در حال تغییره، ما تورم بالایی داریم و این باعث میشه که خیلی وقتا مشتری از لحاظ ذهنی آماده این افزایش قیمت نباشه و خیلی وقتا هم خب از لحاظ اقتصادی و جیبش اصلا توانایی پرداخت همچین قیمت رو نداشته باشه. اینجا شما میاین یک سری محصولات دیگه یا خدمات دیگه که رنج قیمتی پایین تر داره رو اضافه میکنید و مشتری حالا توانایی تصمیم گیری داره که چه قیمتی میخواد پرداخت کنه و بابت پرداخت اون قیمت انتظار چه کاربرد و چه کیفیتی رو داره. استراتژی بعدی زمانیه که شما میگی من از قبل تنوع سبد محصول من خوب بوده،
همچین چیزی رو داشتم. ولی اینجا میرسیم به تنوع و گسترش بخش جغرافیایی که شما تارگت کردین. به چه معنی؟ قبلا شما مثلا 2 تا محله رو، حالا مثلا فکر کنید شما کارتون پخش لبنیات بوده، حالا تو اسکیل کوچیک شما 2 تا محله رو ساپورت میکردین، الان شاید لازم باشه یه شهر رو ساپورت کنین. قبلا شما تارگتتون ببخشید، قبلا شما تارگتتون توی شهر مثلا 3 تا شهر بوده، شاید الان لازمه که 5 تا شهر رو بخواین تارگت کنین. پس اگر اون بخش رو داشتین، حالا اون منطقه‌ای که میخواین بررسی کنین اون رو بخواین گسترش بدین. یا حتی میتونید پرسوناهایی که مد نظر داشتین و تارگت میکردین اونها رو افزایش بدین. این به چه معناست؟ شما قبلا میگفتین من مثال میزنم صرفا میخوام خدماتم رو یا محصولاتم رو به گروه سنی 18 سال تا 25 سال عرضه کنم. الان شاید زمانش رسیده که شما بخواین محصولات ارائه کنین که علاوه بر این که 18 تا 25 رو داره ساپورت میکنه، 25 تا 30 رو هم ساپورت کنه، بدون اینکه هزینه زیادی برای تولید اون خدمت، حالا ارائه اون خدمت یا تولید اون محصول پرداخت کرده باشین. پس یه راهش هم اینه که شما پرسوناهای مختلف رو تارگت کنید. امیدوارم که این راه حل به کارتون بیاد. اگر سوالی داشتین حتما برام بنویسین که بتونیم با هم در ارتباط باشیم و تا حد امکان و توانم بتونم کمکتون کنم. موفق باشین.